خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز سه‌شنبه اول آبان 1403 هست و با تحلیل دلار آمریکا در بازار ایران در خدمتتون هستم. با توجه به اینکه تحلیل دلار در بازار نیاز به نمودار مرتبط با اون رو داره و در بازار ایران متاسفانه نمودار خوبی برای قیمت لحظه‌ای دلار نداریم، مجبور هستیم از نمودار تتر در بازار رمزارزها استفاده بکنیم، چون میدونیم که تتر یک رمزارزیه که دقیقا قیمتش با قیمت دلار مرتبطه و به لحظه با توجه به نوساناتی که قیمت دلار میکنه نوساناتی رو هم روی قیمت تتر ما میبینیم و با تجزیه و تحلیل کردن نمودار تتر خیلی راحت میتونیم نمودار دلار رو هم تحلیل بکنیم. خب من خیلی وقت پیش زمانی که دلار در قیمت 5000 تومان بود تحلیلی رو از دلار انجام دادم، تحلیل هایی رو اون زمان انجام میدادم و پیش بینی قیمت 50000 تومان رو انجام داده بودم. منتها اون زمان یه مقداری دوستان ناراحت شده بودم و میگفتن که چطور ممکنه یک قیمت دلاری که از 3 4000 تومان یه دفعه به 5000 تومان رسیده بخواد به 50000 تومان برسه و این غیر ممکنه. ولی الان میبینیم که اون قیمت 50000 تومان برای خیلی ها آرزو شده و دیگه قیمت 50000 تومان قیمتیه که دلار احتمالاً به خودش نخواهد دید. در حال حاضر قیمت تتر یا دلار در حدود 65000 تومان در حال نوسان هست. با توجه به اتفاقاتی که در منطقه خاورمیانه رخ داده میبینیم که در زمانی که قیمت در واقع تتر در حال صعود بود، حمله موشک ایران هم انجام شد به اسرائیل و قیمت تتر و دلار تا حدود 73000 تومان بالا رفت و رشد کرد. بعد از اون با توجه به کاهش تنش‌ها در منطقه قیمت دلار یه مقداری افت کرد و به حدود 56 و 57 هزار تومن رسید و چندین بار توی این منطقه اقدام به ایجاد حمایت هایی رو انجام داد که نشون بده قیمت دلار دیگه کمتر از 57 هزار تومن نخواهد بود. بعد از اینکه تثبیت توی این منطقه انجام شد مجدد میبینیم که حرکت دلار به سمت 65 هزار تومن شروع شده و داره خودش رو به نزدیکی سقف قبلی خودش یعنی 73000 تومان نزدیک میکنه. یادمون باشه که دلار در حال حاضر و تتر در حال حاضر منتظر اخبار جنگ و منتظر حمله موشکی یا حملات در واقع دیگه ای هستن که از طرف اسرائیل ممکنه برای ایران رخ بدن که با توجه به اخبار منطقه‌ای این جنگ و این حمله تقریبا میشه گفت 100% هستش و نمیشه گفتش که شاید اسرائیل حمله بکنه و شاید نکنه. برای همین ما برای دلار و برای تتر پیش بینی می‌کنیم که حرکت قیمتی دلار به شدت صعودی خواهد بود. با اولین خبری که منتشر بشه احتمالاً ما سقف 73000 تومان قبلی رو خواهیم دید و بعد از اون احتمالاً با توجه به رشد قیمتی که در گذشته دلار انجام داده و یا تتر انجام داده احتمالاً ما یک رشد مشابهی رو در قیمت دلار و تتر ببینیم که حدود 82000 تومن تا 85000 تومن میتونه قیمتی باشه که برای در واقع تتر و دلار ما ببینیم. یادمون باشه که حمله احتمالی که ممکنه از سمت اسرائیل رخ بده میتونه قیمت دلار رو به شدت افزایش بده، اما این پایان کار نیست، به خاطر اینکه اگر همچین حمله رخ بده مطمئنا ایران هم پاسخ میده و در ادامه ممکنه ما یک رشد دیگری رو هم روی قیمت دلار ببینیم که البته این رشد ها پشت سر هم دیگه ممکنه نباشه. همونطور که میبینید بعد از یک رشد ما یک اصلاح قیمتی داریم، دوباره بعد از رشد اصلاح قیمت داریم و ممکنه دوباره این رشد قیمت اتفاق بیفته و قیمت 100,000 دلار رو ما میتونیم توی قیمتی دلار آمریکا ببینیم. به همین جهت خب پیش بینی که ما میکنیم اینه که در 3 گام بتونیم قیمت دلار رو پیش بینی بکنیم. گام اول از محدوده 65 هزار دلار فعلی تا محدوده 73000 تومن در واقع رشد دلار رو ببینیم، از محدوده 65 هزار تومن تا محدوده 73000 تومن.
پله بعدی میتونه 82,000 تومن تا 85,000 تومن باشه و بعد از اون میتونیم تا قیمت 100,000 تومن قیمت دلار رو در واقع پیش بینی بکنیم. سه تا گام داره که در طول زمان ممکنه این در واقع قیمت ها رو ببینه. شاید هم با توجه به تنش هایی که توی خاورمیانه اتفاق بیفته خیلی سریعتر و بدون اینکه این مراحل استراحت رو داشته باشیم این حرکت به سمت بالا باشه. بالاخره جنگی که قرار رخ بده جنگی هستش که تا حالا پیش بینی در واقع پیش بینی میشد اما تا حالا رخ نداده و میشه گفت که خیلی ساله که خیلی ها شاید منتظر این جنگ بودن. خیلی ها ممکنه در واقع برنامه ریزی خودشون رو برای این جنگ داشتن، ولی بالاخره ما در واقع باید حواسمون به این نکته باشه که منافع اقتصادی خودمون رو باید در نظر بگیریم. اگر قرار پولمون رو تبدیل بکنیم به طلا، به دلار، به تتر، خب موقعیت حساسی هست که شما باید تصمیم بگیرید که چه زمانی این کار رو انجام بدید. میدونیم که قیمت طلا به شدت در بازار جهانی هم رشد کرده، قیمت دلار هم به شدت داره رشد میکنه و من سعی میکنم در یک ویدئوی دیگه قیمت طلا رو هم براتون تجزیه و تحلیل بکنم و قیمت دلار رو هم به اونجا ارتباطش بدیم، ببینیم وضعیت طلا و سکه مخصوصا در بازار ایران به چه سمتی خواهد رفت. پس به صورت خلاصه میتونیم سه تا گام رو، سه تا مرحله رو، سه تا قیمت رو برای دلار در نظر بگیریم: از قیمت فعلی تا 73,000 تومان، از 73 تا 82,000 تومان و از 82,000 تومان تا 100,000 تومان. میتونیم سه تا گام داشته باشیم که قیمت دلار بتونه به سمت بالا حرکت بکنه. امیدوارم که این تحلیل براتون مفید بوده باشه و استفاده لازم رو ازش ببرید. تا دیدار دیگر، بدرود.